چی ملکیه، چی نظامیه، چی اردویه، چی پلیسه، چی کسی که با قلم خود حامی این نظامه. حمایت از این نظام گناهی کبیره است. کسی که با این نظام حمایت میکنه، با قلم خود، با پول خود، با فکر خود، با صلاح خود مرتکب گناهی کبیره شده. عزیزان من، تنها گناهی کبیره نیست، هر جنایتی که در این نظام میشه، تو عسکر، تو پلیس، تو مأمور، تو کسی که به اداره این نظام کار میکنی و تمام جنایات شریک هستی، باید مسلمان باشیم، در کنار فساد استادن نشیم. تو عالمی که این نظام تایید میکنی از جمله علمای یهود و نصارا هستی. الله یهود و نصارا در قرآن بیان کرده، گفته اونهایی که حق میپوشن فی بطونهم نارا، در شکم اونها آتش هست. هر عالمی که این نظام فاسد را تایید کنه در روز قیامت در کنار علمای یهود و نصارا در جهنم حشر میشه و در جهنم داخل میشه. حرف اخیر من این هست برای جوانان مؤمن و مخلصی که در پلیس و اردوی نظام هستند، این را میگویم کمی فکر آخرت خود را بردارید، متوجه باشید. این دلیل نمیشه که ما از گرسنگی و فقر به این نظام رفتیم. با فقر بمیر ولی در کنار ظالم نباش. الله که رزاق، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. مسلم یار چی گناه داشته؟ به ای ذنب قتلت، او را زندان بردید دل شما یخ نشد، او را شهید ساختید. آیا میدانید که عذاب خدا سخته؟ ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. و تمام مأمورین ملکی و نظامی میگویم، و تمام افرادی که به نوعی از انواع حامی و پشتیبان این نظام هستند، این را بدانم که شریک جرمن با خون نیازی و مفلح و مسلم یارو و ده ها عالم دیگر به خون اونها شریک هستند. چنین نمیشه عزیزان من که ما هم کافر را از خود راضی کنیم هم الله را راضی کنیم. عزیزان من، یک بار انسان به دنیا میآیه، یک بار از دنیا میره. ربی که من و تو را، عزیزان من، ربی که من و تو را به دنیا آورده، همون رب جان من و تو را میگیره. کاری بکنیم که در روز قیامت به پیشگاه الله روی باشه، آبروی باشه. به پیشگاه الله بگیم ای الله، اگر نتوانستیم جهاد کنیم، مبارزه کنیم، ولی پشت به دشمنان تو کردیم، ولی از منبر تو صدای حق و حقیقت عزیزان و بزرگواران. پس برای خائنینی که این وطن را به تباهی کشاندن، برای خائنینی که وطن را به بیگانگان فروختن، برای او خائنینی که برایشان نه دین ارزش داره نه وطن، برای اونها میگم کسی که وطن خود را سودا کنه او در مقابل حفظ ناموس هم عاجز هست. این را بدانن خائنین که روزی کسی پیدا خواهد شد که از نسل خائنین